پیامبر میفرماد المؤمن کیس، مؤمن باید زرنگ باشه، مؤمن باید هوشیار باشه، مؤمن نباید هر دامی رو که دید اون رو دانه حساب بکنه، فرق دانه و دام رو ندانه. به قول مولانا 100,000 دام و دانه است ای خدا، 100,000 دام و دانه است ای خدا، ما چو مرغان حریص بینوا، ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم، می نیندیشیم آخر ما به هوش، این خلل در گندم است از مکرموش. اول ای جان، شعر مولانا رو متوجه میشی نه؟ میگه اول ای جان دفع شر موش کن، وانگهی در جمع گندم کوش کن، گر موشی دزد در انبان ماست، گندم اعمال 40 سال کجاست؟ 40 سال طرف نماز میخونه، 40 بار به حج بیت الله میره، هر سال 44 ماه تشکیل میشه، اما بچهش، اما دخترش، اما برادرش، اما همسرش، اما اعضای خانواده او، هیچ یک از اونها به راه و روش او حرکت نمیکنن. مشکل کجاست؟ اگر موش دزد در انبان ما نیست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟